سلام، من دکتر نوید خپلواک هستم و موضوع بحث ما بر امروز دیابت یا شکر نوع اول است. شکر یا دیابتیز ملیتس یک مرض مزمن و طولانی مدت است که در آن مقدار گلوکوز در جریان خون بلند میره و بدن ما قادر نیست که همین مقدار گلوکوز یا ذخیره کنه و یا هم به مصرف برسانه. چرا؟ چون از غده پنکریاس هورمون به نام انسولین ترشح نمیشه. این غده پنکریاس است، حتما شما با نامش بلد هستین، پنکریاس. خب غده پنکریاس دو واحد فعال وظیفوی داره. یکیش به نام اندوکراین پنکریاس یاد میشه و دیگهش هم به نام اگزوکراین پنکریاس. از بخش اگزوکراین معمولا انزایم های ترشح میشه که میایه به داخل جهاز هاضمه و سبب هضم شحمیات و پروتین ها و قند ها میگرده و از بخش اندوکراین پنکریاس هورمون ها ترشح میشه که امروز روی هورمون انسولین گپ میزنیم، اندوکراین پنکریاس. خب در اندوکراین پنکریاس جزایری از حجرات لنگرهان موجود است. در جزایر لنگرهان یکی از حجرات به نام بیتا یاد میشه یا حجره بیتا که وظیفهش ترشح کردن و ساخت و ساز هورمون به نام انسولین است. زمانی که مواد غذایی وارد جهاز هاضمه شد و بعد از اکمال پروسه هضم وارد جریان خون گردید، مقدار گلوکوز یا قند نیز وارد جریان خون میشه، گلوکوز. خب زمانی که مقدار گلوکوز یا قند در جریان خون بلند میره و به حد غیر نرمال میرسه، جهت نرمال ساختن وضعیت غده پنکریاس از بخش اندوکراین و حجره به نام بیتای خود هورمون به نام انسولین ترشح میکنه. انسولین گلوکوز در حجرات کبد یا جگر، در حجرات شحمی یا ادیپوسایتس و در حجرات ماهیچه ها و عضلات یا مسل سلز ذخیره میکنه. چگونه؟ چندین مولکول گلوکوز با هم یک جا شده به نام گلیکوژن توسط هورمون انسولین که از غده پنکریاس و از حجره بیتا ترشح شد ذخیره میشه. گلوکوز به نام گلیکوژن ذخیره میشه. گلیکوژن هم یک قند چندین قیمته است. این تو مولکول های گلوکوز با هم یک جا شد و به نام گلیکوژن ذخیره گردید. زمانی که ضرورت شود که بدن از امی گلیکوژن ذخیره شده استفاده بکنه، دوباره غده پنکریاس هورمون را به نام گلوکوگان از حجره به نام الفا ترشح میکنه. البته الفا هم جزء از حجرات اندوکراین است. الفا هورمون به نام گلوکوگان را ترشح کرد. گلوکوگان هم امی گلیکوژن موجود دوباره تبدیل میکنه به گلوکوز و گلوکوز هم در جهت تولید انرژی به قسمت های مختلف بدن سفر میکنه در جریان خون. خب در دیابتیز یا شکر نوع اول چی اتفاق میفته؟ سیستم دفاعی خود ما علیه حجرات بیتای غده پنکریاس قیام کرده حمله میکنه و حجرات از بین میبره که بالاخره در نتیجه هورمون انسولین ترشح نمیشه و امیست که مقدار قند خون بلند میره. پس دیابتیز تایپ 1 یا شکر نوع اول یک بیماری خود ایمنی است یا آتو ایمیون دیزیز یا خود ایمنی. چی مفهوم داره این موضوع آتو ایمیون دیزیز؟ به این معنا که سیستم دفاعی خود ما علیه غده پنکریاس
قیام و حمله کرده و دقیق حجره به نام بیتا را در غده پنکریاس از بین میبره. سوال اینجاست که چرا سیستم دفاعی بالاخره این کارا میکنه؟ درست ما تا الحال دو علت برای این موضوع داریم. یکشام میگیم که ممکن در محیطی که زندگی میکنیم بعض فاکتورهای خطر قسم باشه که سیستم دفاعی ما را مجبور میسازه تا حمله کنه بالای غده پنکریاس و حجرات به نام بیتا، environmental factors. و یا هم ارثی است، از والدین خود، از نیاکان خود خطر به ارث گرفتیم و بالاخره در جریان زندگی سیستم دفاعی بنابر امی ضعف ارثی که داشتیم علیه غده پنکریاس حمله کرد. در environmental factors یا فاکتورهای خطری که در محیط موجود است، تئوری، هایپوتیسز یا نظریه ها قسم موجود است که گویا در محیط ما ممکن ویروس یا ویروس موجود باشه که این ویروس میره داخل بدن ما و غده پنکریاس حجرات بیتای غده پنکریاس ملتهب میسازه و بالاخره سیستم دفاعی ما علیه حجره بیتا حمله میکنه و او را بالاخره از بین میبره. این تنها نظریه است که موجود است. خوب، چی اتفاق مفته؟ هیومن لیوکوسایت انتیجن یا ای انتیجن های خود ماست، در بدن خود ما موجود است. ای هیومن لیوکوسایت انتیجن بالای بیتا سل ظهور میکنه. چرا؟ ممکن ویروس آمده باشه به حجره بیتا. زمانی که بالای حجرات بیتا انتیجن HLA یا هیومن لیوکوسایت انتیجن ظهور کرد، دیده شد، اتومات سیستم دفاعی ما یا ایمیون سیستم حجرات به نام تی سل یا حجرات تیره وظیفه میده تا بیایه و علیه هیومن لیوکوسایت انتیجن بجنگه. چگونه؟ حجرات تی سلز یا حجرات تی جنگنده های سیستم دفاعی میایه همراه هیومن لیوکوسایت انتیجن یک جا شده به داخل حجرات بیتا میره و حجرات بیتا را از بین میبره. destruction یا از بین بردن حجره بیتا صورت میگیره. چرا؟ چون در غشای حجروی حجره بیتا انتیجن به نام HLA ظهور کرد. چرا بدن خود ما این وضعیت روی حجره بیتا آورد؟ چرا نظر به تئوری environmental factor ممکن کدام ویروس از جریان خون به غده پنکریاس آمده باشه که سبب شد بدن ما هیومن لیوکوسایت انتیجن به حجرات بیتا سل ظهور بده و امی حجرات هم توسط سیستم دفاعی مورد حمله قرار میگیره و از بین میبره. زمانی که حجرات تی سلز بالای حجره بیتا حمله کرد، حجره بیتا را از بین برد، انسولین دفیشنسی یا فقدان انسولین به وجود میاد. چون دیگه توسط حجره بیتا انسولین ساخته نمیشه. از طرف دیگه در جریان حمله بالای حجرات بیتا سایتوکاینز یا مواد دیگه در جریان حمله توسط حجره به نام تی یا همون حجره که به نمایندگی سیستم دفاعی آمد بالای حجره بیتا حمله کرد، سایتوکاینز یا مواد دیگه را ترشح میکنه که سبب میگرده همین سیستم دفاعی ما علیهش حجره دیگه را به نام بی سل بفرسته و این مواد هم مورد حمله قرار بده از بین بره. بی سل یک انتیبادی است، در جریان حمله به خاطر وقوعات بعدی ساخته میشه. بعدا روی از این موضوع گپ میزنیم که بی سل چی اهمیت داره در شکر نوع اول یا حجره بی. این شد موضوع محیط. یعنی ممکن در محیط ما ویروس موجود باشه که تا الحال ساینس نتوانسته او را مشخصا بشناسه، میای به داخل بدن ما و
میره به حجرات بیتای غده پنکریاس. در اونجا هم سیستم وجود ما HLA یا Human Leukocyte Antigen بالای غشای حجروی حجره بیتا ظهور داده و این حجره را برای سیستم دفاعی ما بیگانه تلقی میکنه و مهاجم تلقی میکنه. سیستم دفاعی ما حجرات به نام تی وارد جریان خون ساخته، با امی هیومن لیکوساید انتیجن یک جا شده وارد حجرات بیتا می گردد و سبب دسترکشن و از بین بردن حجرات بیتا می گردد که در نتیجه با فقدان انسولین روبرو میشیم. زمانی که انسولین در داخل بدن ما نبود با فقدان روبرو شدیم. دیگه کنترل کننده هم برای قند موجود نیست، هر چی بخوریم و مواد قندیش داخل جریان خون بره، هیچ کنترلر هم نیست، بلند میره تا که بالاخره عوارض به وجود بیاره. در جریان حملاتی که بالای حجرات بیتا صورت گرفت توسط ای حجره به نام تی، مواد به نام سایتوکاینز نیز ساخته شد. این سایتوکاینز مواد زهری است که دوباره توسط سیستم دفاعی به نام حجرات بی تحت حمله قرار میگیره و این وضعیت حمله در نتیجه ساخت ساز انتیبادی به وقوع می پیونده. خب در بخش ژنتیکس قبلا گفتیم که این خطرات محیطی است که میتونه شکر نو اول به وجود بیاره و یا هم خطرات ارثی موجود است. ما از پدر و پدرکلان خود جین هیومن لیکوساید انتیژن به ارث نگرفتیم و سبب میشه که سیستم دفاعی حجرات بیتا را مورد حمله قرار بده بنابر عدم موجودیت هیومن لیکوساید انتیژن و یا غیر نورمال بودن هیومن لیکوساید انتیژن و ایناست که در نتیجه با فقدان انسولین یا هورمونی که گلوکوز خون ما را کنترل میکنه مواجه میشیم. خب این بود علت دیابتیز ملیتس تایپ 1 یا شکر نوع اول که چگونه به وجود میه. مواد غذایی را که وارد جهاز هاضمه ساختیم، بعد از اکمال پروسه هضم وارد پروسه جذب شدیم. گلوکوزی که در داخل جریان خون بود به خاطر اینکه بیشتر بودن گلوکوز در جریان خون صدمات را بر بدن خصوصا سیستم عصبی ما وارد نکنه، غده پنکریاس توسط حجرات به نام بیتا سلز هورمون به نام انسولین ترشح میکنه. این هورمون هم گلوکوز موجود ما را میبره به حجرات کبد، به حجرات شحمی و به حجرات ماهیچه های ما. در اونجا یا ذخیره میشه و یا هم به مصرف میرسه که انرژی تولید شود، ATP. خب اگر مقدار قند در خون بلند بره، امی گلوکوز از طریق جریان خون میایه به حجرات بیتا. یک سلسله اتفاقاتی که در حجرات بیتا مفته روی ازو هم مفصلا گپ میزنیم. خب گلوکوز آمد به رسپتر یا آخذی به نام گلوت یک جا شد و داخل جریان خون آمد. گلوکوز داخل حجره شد، ببخشید این حجره به نام بیتا سل یا همون حجره که هورمون پنکریاس ترشح میکنه. در اینجا گلوکوز تبدیل میشه به انرژی یا به ATP. در جریان تولید، زمانی که ATP یا انرژی تولید شد، الکترولایتس یا منرال به نام پتاسیم که در داخل حجره بیتا موجود است به بیرون از حجره میره. ATP بعد از تولید انرژی یا آدینوسین ترای فاسفید که بنابر ورود گلوکوز به داخل جریان به داخل حجره صورت گرفت، سبب شد که پتاسیم به بیرون از حجره انتقال شود. خب در پهلو این که پتاسیم به بیرون میره، کلسیم موجود در بیرون از حجره به داخل حجره بیتا میه. زمانی که کلسیم به داخل حجره آمد، یک پروسه دیگه به نام اگزوسایتوسیس در داخل حجره به کار مندازه. خب قسمی که
قبلا گفتیم حجرات بیتا هورمون به نام انسولین ترشح میکنه. این انسولین هم در داخل حجره بیتا موجود است. زمانی که مقدار قند خون بلند بره، گلوکوز توسط آخذی به نام گلوت میای به داخل حجره بیتا تبدیل میشه به ATP یا انرژی. در جریان تولید پروسه ATP پتاسیم هم به بیرون از حجره میایه. پروسه دیپولارایزیشن و ریپولارایزیشن صورت میگیره. در مقابل منرال به نام کلسیم داخل حجره میایه. زمانی که داخل حجره شد، پروسه به نام اگزوسایتوسیس یا بیرون راندن مواد از حجره شروع میشه. چیزی که در پروسه اگزوسایتوسیس به بیرون میره انسولین است. انسولین یعنی در بلند رفتن قند خون خود گلوکوز هم میتواند تنبیه بسازه ساخت و ساز انسولین توسط حجرات بیتا. یکی از پروسه هاست. ببینین قبلا گفتیم که سیستم دفاعی ما حمله میکنه و حجرات بیتا را از بین میبره. در اولین حمله خود حجرات تی سبب از بین بردن حجره بیتا شد که در نتیجه انسولین ترشح نمیشه و انتیبادی که به نام بی سل توسط سیستم دفاعی ساخته شد، این پروسه ساخت و ساز انسولینی که در داخل حجرات بیتا صورت گرفت و بعد از داخل آمدن کلسیم انسولین به بیرون از حجره انتقال داده شد. این انسولین ما متاسفانه توسط حجرات بیتا یا انتیبادی ها مورد حمله قرار میگیره و از بین میره. ایره میگه انتی انسولین انتیبادی. بدن ما یا سیستم دفاعی خود ما علیه انسولینی که توسط غده پنکریاس ترشح میشه انتیبادی ساخته و این انتیبادی هم با مجرد که انسولین از حجرات بیتا تولید شود مورد حمله قرار میده و از بین میبره. در شکر نوع اول یا خود حجره توسط سیستم دفاعی مورد حمله قرار میگیره، از بین میره و سبب کمبود انسولین میگرده، و یا انسولین تولید شده توسط حجره بیتا مورد حمله قرار میگیره که به این وضعیت سیستم دفاعی از قبل انتیبادی میسازه. این بود داشته های ما در مورد دیابت یا شکر نوع اول که چگونه به وجود میآید. در مجموع در دیابتیز یا شکر نوع اول انسولین قطعا موجود نیست و معمولا این نوع بیماری یا این نوع شکر در ینگ ایج یا جوانی به وجود میآید. در دیابتیز ملایتس تایپ 2 یا شکر نوع دوم، در شکر نوع دوم که معمولا هیچ مشکلی در ترشحات انسولین نیست، بلکه انسولین ترشح میشه وارد جریان خون میشه اما وظیفه خود نمیتونه انجام بده، نمیتونه گلوکوز ذخیره بسازه. این بیماری بیشتر در سنین پخته یا اولدر ایج به وجود میاد. خب چرا این موضوع را یادآوری کردیم؟ اگر سیستم دفاعی بدن در سنین بالاتر دست به کار شوه و حمله کنه بالای حجرات بیتا و شکر تایپ اول در سن پخته یا در پیری به وجود بیاره، ایره به نام لادا یاد میکنه. لادا چی رو میگه؟ لادا late onset of autoimmune diabetes in adult. معنای چیست؟ سیستم دفاعی ما در سنین پخته دست به کار شد، حمله کرد بالای حجره بیتا، از بین بردش و انسولین دیگه ترشح نمیشه. یعنی شکر نوع اوله که در سنین بالاتر از 40-45 سال به وجود میاد. همچنان در شکر نوع دوم اگر مقدار انسولین در طفولیت کمتر ساخته شود و یا ساخت و ساز انسولین پوره باشه ولی در طفولیت بدن ما در مقابل عکس العمل نشان نده، این شکر نوع دو است که معمولا در طفولیت یا در سنین جوانی به وجود میاد. این وضعیت به نام مودی یاد میکنه. مودی. خب مودی یعنی maturity onset of diabetes in young age، یا امو انسولینی که
ترشح میشه در سنین جوانی و طفولیت، ولی بدن در مقابلش هیچ عکس العمل از خود نشان نمیده. ممنون.